سلام خدمت همه همراهان عزیز. امروز لامبورگینی اونتادور V12 700 بخاری رو با هم داریم اینجا بریم و این ماشین زیبا رو بیشتر بررسیش کنیم. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. خب اولین چیز جلوی ماشین رو داریم و لوگوی بسیار زیبای لامبورگینی رو، چراغ‌های کشیده بسیار لوکس، سپر جلو، طراحی سپر جلو رو مشاهده می‌کنید. بی‌نظیر. لاستیک برای اینجا داریم. باز خود لوگو در وسط هست، بسیار جذاب و اینجا هم حتی نوشته لامبورگینی رو مشاهده می‌کنید. یه نکته ظریف، مید این جرمنی هم اینجا هست. طراحی آینه بغل رو ببینید چقدر زیبا هست. بریم عقب ماشین رو ببینیم. چراغ‌های کشیده بسیار زیبا، طراحی سپر عقب، نوشته لامبورگینی و ابر موتور این ماشین رو با هم میتونیم ببینیم. 12 سیلندر، 700 دست بخار قدرت و اگزوز سوپر اسپورت این ماشین. بریم داخل ماشین رو ببینیم. فرمون بسیار جذاب ماشین رو مشاهده میکنید با لوگوی لامبورگینی وسط فرمون. کلا 4 تا دکمه داریم. ماشین سوپر اسپورت مثل بقیه ماشین‌ها شما 10 تا دکمه رو فرمون داشته باشید. کویک شیفت، مانیتور پشت فرمون، کنسول رو داریم. اولین چیز دکمه استارت ماشین هست، مثل جنگنده ها طراحی شده. اینجا هم چند تا دکمه داریم، بالابر پنجره ها، جک ماشین، علامت خطر و چیزای دیگه اینجا برای سیستم تهویه است. حالت‌های ماشین کورسا، اسپورت و استرادا. کورسا حالت کورس هست، اسپورت و استرادا برای جاده هست. برای کم و زیاد کردن آهنگار، رادیو، میدیا، بس کردن تلفن همراه. این هم صفحه کنترل برای میدیا هست، نویگیتور و تنظیمات ماشین رو اینجا داریم. اینجا هم دکمه منیول هست، حالت میره تو حالت اتومات و این هم برای دنده عقب هست. باز هم نوشته زیبای لامبورگینی در این سمت ماشین. بچه‌ها ببخشید ما مجبور شدیم جامون عوض کنیم. یه مشکل امنیتی کوچولو داشتیم. پلیس دیپلماتیک اومد گفتش که شما چرا در سفارت فرانسه هستید، اجازه فیلمبرداری ندارید، در صورتی که واقعا ما اینور وایساده بودیم. خیلی از ماشینا میان اینجا عکس میگیرن، کسی هم کاری نداره، ولی چون ماشین سوپرکار است، لامبورگینی است، شما خیلی جواب مشکل برخواهید خورد به دلایل مختلف، سر و صدا، چه میدونم حالا هر چیزی، یه مشکلاتی ممکنه براتون پیش بیاد. خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم، تونستیم یه ویدیو باحال بسازیم روبروی دیوار برلین. و قبل اینکه من خداحافظی کنم میخوایم به سورپرایز میکنم یه مهمون کوچولوی دیگه میبرداریم روز جلو در هتل. خیلی خوش آمد میگیم. 2 تا اونتادور داریم، بسیار شانسی امروز. مرسی که همراه ما بودید. کلی آرزوی خوب دارم براتون، برای همتون و تا برنامه بعد به خدا میسپارمتون.